طماط بادمجان گیاهی یکی از راحت ترین خوراکیایی که میتونیم با بادمجان تهیه کنیم. بادمجان طماطه یا طماط بادمجان یکی از غذاهای ساده و سریع جنوبیه. با هم بریم سراغ پخت این غذای خوشمزه‌مون. نیاز داریم به بادمجان 4 عدد متوسط، پیاز 1 عدد درشت، گوجه فرنگی 5-6 تا، سیرم 2-3 حبه. من پوست میگیرم، لایه لایش میکنم بادمجونا رو، داخل آب نمک قرار میدم. به همین روش سعی کنید بادمجونا رو لایه لایه یا همون ورقه که میکنید نازکتر باشه تا خوب موقع سرخ کردن مغز پخت‌تر بشه. نیاز دارم به 2 قاشق غذاخوری پر نمک داخل یه ظرف مناسب با آب هم میزنم تا حل بشه. بادمجونا رو قرار میدم داخل همین آب نمک. بادمجان ها چون سبکم میان روی آب، من یه بشقاب نسبتا سنگینم قرار میدم روش تا آب نمک کامل بره به خورد بادمجونا. به خاطر این کار انجام دادم که روغن زیادی جذب نکنه. برای پوست گرفتن گوجه فرنگی نگاه کنید، یه شکاف ایجاد میکنم، بعد آب جوش رو میریزم روی گوجه ها، 2 دقیقه قرار میدم داخل آب جوش. بعد 2 دقیقه بیشتر نه میگیرم زیر آب سرد تا بهش شوک وارد بشه که بتونیم راحت تر پوستش رو بکنیم. به همین حالت. من برای طماط بادمجان از 3-4 حبه سیرم استفاده میکنم. به همین روش ریز نگینی خوردش کردم. شما میتونید اختیاریه، میتونید حذفش کنید. بادمجونا رو آب کشی میکنم تا شورش از بین بره، میذارم خوش بشه. یه تابع مناسب برمی‌داریم، روی حرارت قرار میدیم. یکم زردچوبه اندازه نوک قاشق غذاخوری. خب زردچوبه میریزم برای اینکه خوش رنگ تر بکنه. شما میتونید اگه خشک نشد، دیدید من با پارچه انجام دادم ولی من خشکش کردم، فقط گفتم نشونتون بدم. شما میتونید با پارچه آبش هم بگیرید. بادمجونا رو قرار میدم داخل روغن با حرارت ملایم اینا سرخ بشه. شما عزیزان حتی میتونید با یه دونه سفیده تخم مرغ، خب سفیده تخم مرغ رو یکم هم بزنید، بعد با برس بکشید روی بادمجونا. حتی با ماست هم میتونید این کارو بکنید، داخل روغن سرخش کنید. اینجوری جذب روغن خیلی کمتر میشه بادمجونا. میتونید آب نمک استفاده کنید، ولی من همیشه با آب نمک یا حتی خود نمک میپاشم روی بادمجونا. ان شاءالله تو آموزش آینده بهتون نشون میدم به صورت عملی. تون تون بادمجونا رو زیر رو کنید که نسوزه.
پیاز داغو درست کنیم. من پیاز رو رنده کردم. سیرم اضافه کنید، زیاد سرخش نکنید. یه تفته کوچیک کافیه. اول فیلمم گفتم شما میتونید حذفش کنید ولی نمیشه، اسیر گذشت. سیرای منم مونده بود، دیدیم وسطشون یکم سبز شده بود، سیر تازه نبود. گوجه ها رو اینجوری اسلایس میکنیم، ورقه میکنیم. تصویر رو نگاه تیره روشن ببخشید، به خاطر ابری بودن هوا. من غذای سرخ کردنیم داخل حیاط خلوته، عذرخواهی میکنم به خاطر تصویر اگه کیفیت خوب نیست. تو این مرحله من پودر فلفل قرمز، نمک به مقدار کافی، به مقدار نیاز استفاده میکنم داخل طماط بادمجون. بعد بادمجونا رو میچینم روی گوجه ها، در قابلمه رو یا در مایتابه رو میذارم 5 دقیقه اول تا با بخار گوجه ها بادمجونامون اگه یکم خامم پخته بشه. من اصلا آبم نریختم. اگه خواستین، اگه دیدی بادمجوناتون یه مقدار ضخیم‌تر چیز کردین، سرخ کردین، آب جوش اضافه کنین. من نازک‌تر برداشتم که موقع سرخ کردنم خوبم پخته بشه. برمی‌دارم زیر و رو میکنم، برای 5 دقیقه دوم دوباره میذارم. شما میتونید طماط بادمجون رو له کنید، من لهش نمی کنم، من همینجوری دوست دارم. شما میتونید لهش کنید و نوش جون کنید. آبش باید کامل کشیده بشه، آبکی باشه خوشمزه نیست. طماط بادمجان آماده شد، نوش جونتون. دوستان عزیز، لایک فراموش نشه، زنگوله هم فعال کنید تا از آموزش‌های جدید من باخبر شید.